سلام دوستان، وقتتون بخیر. به چنل کریپتو واریر خوش اومدین. قراره تو این ویدیو با هم راجع به احتمال وقوع رکود اقتصادی در اقتصاد آمریکا با هم صحبت کنیم. در نهایت تاثیرش رو روی بیت کوین با هم ببینیم که چطور خواهد بود اگر که اتفاق بیفته و تاثیرش آیا مثبت خواهد بود روی بیت کوین و حالا به طور کلی روی مارکت کریپتو یا منفی خواهد بود. خب خیلی همون کلماتی مثل رکود و تورم رو شنیدیم، اما شاید دقیق ندونیم که رکود به چه معنیه. رکود یا رسشن توی این تصویر میتونید ببینید که در واقع معنیش اینه که یک کاهشی در فعالیت اقتصادی ما ببینیم، یعنی مثلا اقتصاد اون رشدی که قبلا داشته رشدش کاهش پیدا کنه یا رشدش حتی منفی بشه، تقاضا کم بشه و کلا اقتصاد خودمونیش بخوایم بگیم بخوابه. یک سری علل ها میتونن یک اقتصاد رو به سمت رکود ببرن. یکیش uncontrolled debt یا بدهی عمومی کنترل نشده است که اقتصاد آمریکا اتفاقا خیلی این فاکتور رو داره. در ابتدای ریاست جمهوری ترامپ، الان ما 30 آگوست 2025 هستیم، تقریبا 6 ماهی هست که بیش از 6 ماه شاید که ترامپ دور دوم شروع شده. در ابتدای این دورش تقریبا بدهی عمومی آمریکا 35 تریلیون دلار بود اگر که اشتباه نکنم. الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 37 تریلیون دلار شده و این بدهی عمومی هر چقدر که افزایش پیدا کنه دولت مجبور میشه که بودجه سنگین‌تری تعریف کنه. بودجه سنگین‌تری که تعریف کنه کشور وارد قرض میشه و کل اقتصاد آمریکا صرف پرداخت سود اوراق قرضه‌ای میشه که بعدها راجبش حتما با هم صحبت میکنیم. ولی این یه ریسک فاکتور خیلی مهمه که اقتصاد آمریکا باهاش درگیره. یه تقریبا 20 سالی هم هست که خیلی فاکتور مهمی شده. یکی دیگه اینفلیشن یا همون تورم بیش از حد یا دیفلیشن، یعنی عدد تورم زیر 2% باشه رو دیفلیشن تقریبا تعریف میکنیم. اگر خیلی بیش از حد باشه میتونه به سمت رکود ببره که اینطور نیست. اقتصاد آمریکا یک عدد خیلی خوبیه، معمولا بین 2 تا 3% و رو همین مونده. و شوک‌های اقتصادی مثلا پاندمی کرونا ممکنه اقتصاد رو به سمت رکود ببره، کما اینکه برد در سال 2020 تقریبا ما اون شوک اقتصادی رو داشتیم توی اقتصاد آمریکا. و حالا فاکتورهای سایکولوژیکال یا همون ذهنی. حالا چیزایی که ممکنه ما رو وارنینگ ساینمون باشه، یعنی به ما این هشدار رو بده که آره واقعا اقتصاد داره به سمت رکود میره. یکی از موارد خیلی مهمش این مورده که وقتی مشاغل کم بشه، وقتی که بیکاری زیاد بشه، میگم که چرا این به ما نشون میده که اقتصاد ممکنه که بره به سمت رکود. خب این یه تعریفی کردیم، خود راجع به رکود با هم حرف زدیم که ببینیم که داستان از چه قراره. یه چند تا بانک معروف داره آمریکا که یکی از معروف تریناش بانک جی پی مورگانه که خلاصش رو من اینجا براتون آوردم. تحلیلی که داشته بوده خلاصش این بوده که 60% اول احتمال میداده که اقتصاد آمریکا تو سال 2025 وارد یک رکود بشه که این رو حالا اخیراً به 40% کاهش داده، اما با این حال 40% هم یک درصد سیگنیفیکانت یا زیادی در نظر گرفته میشه. باز بریم توی سایت بانک آمریکا یا US بانک که نگاه کنیم، چیزی که اینا برای ما تحلیل داشتن این بوده که گفتن که رشد اقتصادی احتمالاً ادامه دار خواهد بود، اما سرعت رشد اقتصادی کم خواهد شد. یعنی یک شرایط شبه رکودی برای اقتصاد آمریکا متصور هستن. این عکس هم اگر که نگاه کنید راجع به تاثیر تعرفه‌ها میخوام بهتون توضیح بدم که چرا تعرفه‌هایی که ترامپ وضع کرده ممکنه که اقتصاد آمریکا رو ببره به سمت یک رکود. ببینید، بذارین اول بهتون توضیح بدم. تعرفه‌هایی که آمریکا قبلا داشت، قبل از این دوره ترامپ، میانگین 3% بود فقط. با کشورهای دیگه وقتی مبادله تجاری داشت، یعنی دولتشون فقط 3% از اون
مبلغی که وارد میشد به عنوان تعرفه دریافت میکرد که خیلی عدد کمی بود، برای همین سرعت رشد اقتصادی خیلی بالاتر بود. حالا الان مثلا به طور مثال برای کانادا 35% تعرفه وضع شده، برای هند 25% وضع شده که از 27 آگوست یعنی از 3 روز پیش این 25% شده 50%. یعنی فکر کنید هند که یکی از شرکای اصلی آمریکاست 50% توی مبادله که با آمریکا داره تعرفه توسط آمریکا وضع شده. برای مثلا اسرائیل این عدد 15%، برای چه میدونم تایوان که بازم یکی از منابع اصلی تامین کننده چیپست ها در دنیا هست و مخصوصا برای آمریکا 20% تعرفه وضع شده. یه چیزی هولوش میانگین 20% تعرفه وضع شده. حالا وقتی تعرفه وضع میشه، اون تعرفه روی یک بیزینسی وضع میشه که اون بیزینسه در خاک آمریکا فعالیت داره و داره یک چیزی رو از یک کشوری مثل تایوان، مثل هند، مثل چین وارد میکنه و وقتی که هزینه‌اش طبعا بیشتر میشه، وقتی 20% داره به طور میانگین بیشتر هزینه میکنه برای چیزی که وارد میکنه، چند تا اتفاق میفته. یکی این که وقتی هزینه‌اش بیشتر میشه دو راه جلوی خودش میبینه، یا باید قیمت رو بیشتر کنه که اینجوری ممکنه مشتریاش رو از دست بده و در عین حال باعث اینفلیشن یا همون تورم میشه، باعث میشه قیمت اجناس زیاد بشه. مثلا یه شرکتی اگر تلویزیون داره میسازه و یک سری از قطعاتش رو مثلا از هند وارد میکرده، حالا اون قسمتی که از هند وارد میکرده 50% گرونتر شده براش، پس میاد قیمت مثلا تلویزیون رو تو آمریکا افزایش میده، باعث تورم میشه. از یه طرف سری شرکت ها میبینن که اگر این کارو کنن مشتریشون از دست میدن، میان هزینه هاشون رو یه جوری دیگه ای کم میکنن، شغل هاشون رو یعنی کارمنداشون رو تعدیل میکنن و کم میکنن. اونجا خدمتتون عرض کردم توی این صفحه که کم شدن مشاغل یا افزایش بیکاری یکی از علامتایی که به ما نشون میده اقتصاد داره وارد رکود میشه. اینجا داریم میبینیم که یک شرکت وقتی که تعرفه وضع میشه و هزینه‌اش زیاد میشه، یکی از راههایی که طرفش میگیره کم کردن کارمنداشه، کم کردن مشاغلشه. پس این باز یک موردی که ما نشون میده که ممکنه که رکود در پیش باشه. یک نکته هم که باید خیلی حواسمون بهش باشه اینه که تاثیر تعرفه‌های ترامپ چند ماه طول میکشه که خودشون نشون بده. یکی از چندین دلیلش اینه که چرخه اقتصادی که ما داریم طول میکشه که اون تاثیرش به اون مصرف کننده برسه، که اون تاثیرش حالا میتونه از دست رفتن شغل ها باشه یا میتونه تورم باشه. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که خیلی از شرکت ها قبل از اینکه این تعرفه ها اجرایی بشن، خب 1 ماه 2 ماه قبلش اعلام میشه که مثلا قرار فلان قدر تعرفه وضع بشه توی مثلا مبادلات تجاری با هند. اون شرکت ها یهو به صورت خیلی انفجاری واردات انجام میدن برای ماهای پیش روشون که بتونن که اون تاثیر تعرفه رو خنثی کنن. این شد که به این برسیم که چرا تعرفه ها که ترامپ وضع کرده رکودزا هستن، میتونن باعث رکود بشن که حالا رکود ممکنه همراهش تورم باشه، ممکنه همراهش از دست رفتن مشاغل باشه. نکته‌ای که هست اینه که توی رکود معمولاً اگر که همراه باشه با کاهش نرخ بهره که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما در ماه سپتامبر احتمالاً یک کاهش نرخ بهره‌ای داشته باشیم که حالا در ویدیو آینده بهتون توضیح خواهم داد که اصلا نرخ بهره داستانش چیه، فدرال رزرو اصلا چه سازمانیه، چه ارگانیه، این نرخ بهره تو مارکت های مختلف چه تأثیری میتونه نشون بده. اما به طور کلی حفظ کنین فعلا که اگر که ما رکود داشته باشیم، یعنی اقتصاد رشدش کم بشه و در کنارش نرخ بهره کاهش پیدا کنه، این نمیتونه چیز مثبتی برای کریپتو و حتی بیت کوین باشه. وقتی که نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، اتفاقی که میفته اینه که ما پول مازاد در اقتصاد خواهیم داشت که این پول سرازیر خواهد شد به مارکت های امن. مارکت امن دو جاست در اقتصاد آمریکا، یکی اوراق قرضه که بعدها خدمتتون توضیح خواهم داد
یکی هم مارکت طلاست. خیلی ها سال هاست که میگن که بیت کوین هم مثل طلا میمونه، اما یک موردی که هست اینه که توی سال اخیر به لطف ETF ها که اونم باز بعداً خدمتتون توضیح میدم، سرمایه‌گذارای سنتی وارد مارکت کریپتو شدن و سرمایه‌گذاری سنتی از نگاهشون تنها سرمایه‌گذاری امن اوراق قرضه آمریکا و حالا شاید ژاپن و طلا هستش. بیت کوین رو اصلا سرمایه‌گذاری امنی نمیدونن، یک سرمایه‌گذاری پر ریسک اما با سود خوب در نظر میگیرنش. برای همین سناریویی که ما در نظر میگیریم برای بیت کوین که این سناریو حداقل 6 ماه و حد اکثر تا 2 سال آینده خواهد بود، یک سناریوی ریزشی خواهد بود و حالا این چارت بیت کوین رو که میبینی تقریبا از سال 2022 که کف قیمتیش رو زد تقریبا $16,000، اینجا ما یه 5 موجی داشتیم، موج اول، موج دوم، موج سوم، موج چهارم و موج پنجم نوکش تقریبا 109,500 بود که بعد از اون موج پنجم وارد امواج اصلاحی شدیم که ما آل تایم های یا نوک قیمتیمون رو روی نوک موج بی داشتیم 124,000 خورده ای تقریبا، که از اینجا ما وارد ریزش خواهیم شد و این ترند صعودی ما به پایان رسیده و ما وارد یک ترند نزولی خواهیم شد، مثل اینجا که ما تقریبا سال 2021 هم یک آل تایم هایی واسه اون زمان زده شد و بعد وارد ترند نزولی شدیم که این ترند نزولی تا دسامبر که میشه اواخر 2022 ادامه داشت. تقریبا 1.5 الی 2 سال یک ترند نزولی رو ما اونجا داشتیم. تقریبا همین داستان رو از این به بعد ما خواهیم دید، یک ترند نزولی خواهیم داشت. توصیه‌ام بهتون اینه که تو این ترند نزولی اگر که تریدر فیوچرز هستین پوزیشن لانگ باز نکنین روی بیت کوین، سعی کنین که از پوزیشن شورت استفاده کنین. پوزیشن لانگ خیلی پر ریسکه، اگر هم باز کردین حتما استابلاستون رو خیلی کانسرواتیو و خیلی محتاطانه بذارید، چون ریسک لیکوید شدنتون بسیار بالاه. و این هم از این مبحث. خیلی مبحث گسترده. اقتصاد آمریکا خیلی اقتصاد پیچیده‌ایه و خیلی اقتصاد زیباییه و تاثیرش روی بیت کوین هم به این سادگی ها قابل بررسی نیست، اما به طور خلاصه این رو داشته باشید که اگر که اقتصاد آمریکا وارد رکود نشه، لااقل رشد اقتصادیش یک کاهش قابل توجهی خواهد داشت. چه بسا ممکنه که تورمش کمی بیشتر بشه، ممکنه هم ثابت بمونه، اما وارد یک شرایط رکود مانندی خواهد شد که باعث ریزش بازارهای پر ریسک میشه. اما از اون طرف بذارید من چارت طلا رو براتون بیارم. اگر که ما چارت طلا رو نگاه کنیم، اگر پترن ها یا الگوهای مارکت رو بلد باشین تو این تحلیل تکنیکال که حالا بعدا باز با هم صحبت خواهیم کرد، اینجا ما یک رشدی رو داشتیم برای طلا. اینجا یک سیمتریکال تراینگل داریم، اگر بتونید تصورش کنید، یک مثلث افقی که این مثلث رو شکونده. اینجا ما یک نقطه در واقع مقاومتی داریم که اگر این شکسته بشه و یک کندل تایید هم به ما بده، تقریبا میشه گفت اندازه ارتفاع این از این پایین شادو این کندل تا بالای شادو این کندل، اندازه این ارتفاع، ما رشد قیمت طلا رو خواهیم دید. تقریبا میشه گفت حداقل $3,700 رو تاچ خواهد کرد. اگر که داده های ماه سپتامبر هم، ماه پیش رو هم تایید کننده چیزی باشه که ما بهش رسیدیم. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، پول مازاد بازار اقتصاد آمریکا احتمالاً به سمت طلا و اوراق قرضه بره. به غیر از طلا احتمالاً شاخص پول آمریکا یا اون دلار یا DXY اون هم رشد خواهد داشت احتمالاً، و مارکت کریپتو و بیت کوین هم وارد ترند نزولی خودش میشه.
امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. همونطور که گفتم مبحث مفصله، بعدها راجع به جزئیاتش با هم بیشتر صحبت میکنیم. اگه ویدیو براتون مفید بود لطفا برای دوستاتون بفرستید. موفق باشید.